سلام علیکم دوستان عزیز. برادران گرامی، دوستان، عکسی با درختان آبدیت از طرف حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان تشکیل شده است که چنین معرکه‌های سیاسی ما را یکدیگر با یکدیگر جمع می‌کند و با همه شما گفتنی هستم که در چنین معرکه‌ها هر یکی ما باید اشتراک کنه برای پیشروی دولت و ملت. As we know, Dushanbe is a green city. We need to always keep our city in a green side.